آریا کوکسر، یوتیوب گیمر یا تولید کننده محتوای بازی‌های کامپیوتری در یوتیوب از استانبول با ماست. آقای کوکسر، آقای آریا، شما از یوتیوب درآمد دارید، از گیمینگ با درآمد دارید، چطور پول در میارید؟ درود بر شما. در مورد درآمد من باید بهتون بگم که خب من همونجوری که میدونید توی وبسایت یوتیوب تولید محتوای گیمینگ میکنم و جوری که من درآمد دارم اینه که خب وقتی شما ویدیویی روی یوتیوب میذارید و طرفدار یا کسایی که شما رو دنبال میکنن میان اون ویدیو شما رو میبینن، نسبت به اون ویوهایی که شما دارید، تعداد بازدیدایی که شما دارید، خب یوتیوب یه میزان درآمدی از تبلیغاتی که کسب میکنه رو 50% رو به شما میده، چون بالاخره شما دارید طرفدارتون رو به وبسایت یوتیوب میارید و مثلا هر چقدر شما تعداد بازدیدهای هر ویدیوتون بیشتر باشه در ماه، مثلا تعداد بازدید کلیتون چقدر باشه، مثلا 1 میلیون 2 میلیون باشه، نسبت به اون به شما پول واریز میکنه براتون. اینو میفهمم، ولی در کنار اون آیا خود بازی کردن، آیا خود گیمینگ هم درآمدی داره؟ میشه ازش مثلا بدون این که شما حالا شیوه بازی خودتون رو فیلم بگیرید بذارید روی یوتیوب یا روی مثلا تویچ، اونجا هم امکان درآمدزایی هست؟ ببینید خب توی این زمینه اگه بخواید شما تویچ و یوتیوب رو کنار بذارید، تنها راهی که میتونید درآمد از طریق گیم کسب بکنید اینه که خب پلیر حرفه‌ای، بازیکن حرفه‌ای بازی باشید و توی مسابقات شرکت کنید. حالا یا شانستون خوب باشه، انقدر بازیتون خوب باشه که اون تورنمنت رو ببرید، جایزه اون مسابقه رو دریافت کنید، یا تیم‌هایی باشن که درست این کار رو ادامه بدن و شما رو استخدام بکنن، مثلا مثل فوتبال که رئال مادرید میاد کریستیانو رونالدو رو استخدام میکنه برای این تیم بازی بکنه. خب ما هم توی زمینه گیمینگ مثلا تیم فناتیک که برای سوئد میاد پلیرای برای مثلا بازی وارکرافت رو میگه که آقا شما توی وارکرافت پلیر خوبی هستی، من شما رو استخدام میکنم، اینقدر بهتون پول میدم که برای تیم ما بازی بکنی و مقام به دست بیاری. خب اینطوری میشه، ولی خارج از این موضوع دیگه شما فقط یا باید توی تویچ پخش زنده بذارید و از طرفدارتون حمایت بگیرید یا اشتراک بفروشید برای پخش زنده‌هاتون، یا توی یوتیوب ویدیو آپلود بکنید و طرفدارتون بیان ویدیوهای شما رو ببینید. در غیر این صورت خیلی کارهای میشه بگم که غیر رسمی هست. مثلا شما میتونید توی یک بازی معروفی مثل وارکرافت انقدر یه اکانتی شما بسازید و اون اکانت رو انقدر ببرید بالا، انقدر ارتقاش بدید، بعد این اکانت رو بفروشید به کسی که مثلا خیلی عاشق این بازیه تا بتونه مثلا از اون اکانتی که شما انقدر لول آپ کردین استفاده بکنه. ولی این خیلی غیر رسمی و کم انجام میدن این کار. برای شخص شما این سرگرمیه یا اینکه شغل و ازش میخواید کسب درآمد کنید و زندگیتون رو هم باش بچرخونید؟ ببینید وقتی من این کار رو شروع کردم خب طبیعتاً سرگرمی بود، ولی الان کاملا یه بیزینس کاملا جدیه برای من کل زندگیم رو دارم الان تقریبا از روی این بیزینس میگذرونم و خیلی دارم موفقیت کسب میکنم. خیلی خیلی بیزینس جدی است، برخلاف اینکه شاید خیلی فکر کنن که مثلا بگن تو بازی میکنی، با این سنت بازی میکنی، این کار رو بذار کنار، برو یه درس یه حرفه یاد بگیر. ولی خود این یه حرفه است، اینکه هر روز بیا بشینی، حالا چه ویدیویی رکورد بکنی، خب دوربین هست، همه چی مثل یه برنامه ضبط میشه، خب ادیت کردنش از همه اینا هست و واقعا تایم میخواد، کار آسونی نیست. چند ساعت در روز شما به بازی و به تولید محتوا اختصاص میدین مثلا؟ ببینید من اگه بخوام یه تولید محتوایی بکنم، اگه بخوام دقیق بگم، شاید نهایتا 1 ساعت اون بازی بکنم، رکوردش بکنم و نهایتا تا 1 ساعت اون رو ادیت کنم و بذارم و کلا شاید این ماکسیمومش 2 ساعت در روز تایم منو بگیره برای این کار. خیلی خیلی کوتاه. خیلی از پدر مادران نگرانن. از نظر شما این نگرانی بی دلیله؟ به خاطر اینکه میبینن ساعت‌ها بچه‌هاشون بازی میکنن. ببینید خب هر چیزی به جاش. من خودم موقعی که محصل بودم بازی میکردم، درسم هم میخوندم، بیشتر به خاطر خب طبیعتاً یه چیز معمولیه که پدر مادرها نگران باشن. ولی خب در آینده وقتی که یه ذره فرهنگ این موضوع جا بیفته و بدونن که چون هنوز مردم ما نمیدونن که از راه گیم میشه پول در آورد، خب به خاطر تحریم‌ها آشناییت ندارن، وقتی بدونن که نه میشه از راه گیم حتی از یک دکتر یا یک مهندس موفق ایرانی بشه 10 برابر از اون شخص بیشتر پول در آورد فقط از طریق این گیم، خب شاید نظرها عوض بشه. ولی اینکه بخوان در مورد مثلا به عنوان مثال پسر بچه 10 ساله نگران باشن که داره بازی میکنه، خب طبیعیه، ولی شاید همین بازی‌ها در آینده کمک بکنه برای این رشته.
خیلی خیلی ممنونم از شما آریا کوکستر، یوتیوب گیمر یا تولید کننده محتوای بازی‌های کامپیوتری در یوتیوب و با آرزوی موفقیت برای شما در این رشته و همینطور در آوردن پول بیشتر. و ممنونم از شما که تا این لحظه این برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.